به پژواک هستی خوش آمدید. امروز سفری را آغاز می‌کنیم به یکی از عمیق‌ترین و در عین حال کمتر فهمیده شده ترین اندیشه‌های نیچه، مفهوم ابر انسانه. نیچه باور داشت که انسان ایستگاه نهایی وجود نیست، بلکه تنها پلی است، پلی به سوی چیزی بزرگتر. اما این یعنی چه؟ و چطور میتواند نگاه ما به زندگی امروز را تغییر دهد؟ برای فهمیدن ابرانسانه باید وارد دنیای نیچه شویم. اروپای قرن 19، جایی که علم با سرعتی شگفت انگیز پیش می رفت. سنت‌های کهن در حال فروپاشی بودند و دین که زمانی سرچشمه معنا بود در حال از دست دادن قدرتش بود. در میانه این بحران نیچه نوشت خدا مرده است. این به معنای مرگ واقعی خدا نبود، بلکه یعنی باور به خدا به عنوان منبع حقیقت مطلق در حال فروپاشی بود. این هم خطر به همراه داشت، هم فرصت. خطر چون بدون ارزش‌های قدیمی انسان می‌تواند به ورطه ناامیدی و پوچی سقوط کند. فرصت چون درگازه تازه گشوده می‌شد برای آفریدن ارزش‌های نو و معناهای تازه. نیچه نیهیلیسم را بزرگترین تهدید می‌دید. نیهیلیسم یعنی این احساس که زندگی هیچ معنایی ندارد، هیچ هدفی ندارد، هیچ جهتی ندارد. کافی است امروز را نگاه کنیم. اسکرول بیپایان در شبکه‌های اجتماعی، مقایسه مدام خود با دیگران و در نهایت احساس پوچی، حتی وقتی با انبوهی از محتوا احاطه شده ایم. این همان نیهیلیسم مدرن است. اما نیچه به جای تسلیم شدن پرسشی بنیادین مطرح کرد. اگر زندگی معنای از پیش داده شده ای ندارد، آیا ما می توانیم معنای خودمان را خلق کنیم؟ پاسخ او ابرانسانه بود. ابرانسانه یک ابرقهرمان نیست، کسی با نیروهای ماورایی هم نیست، بلکه انسانی است که جرأت می‌کند فراتر از ارزش‌های معمولی زندگی کند. کسی که کورکورانه سنت‌ها را دنبال نمی‌کند، بلکه راه خودش را می‌سازد. ابرانسانه زندگی را به طور کامل در آغوش می‌گیرد، نه تنها شادی‌ها، بلکه رنج‌ها را هم. زیستن یعنی رنج کشیدن و بقا یعنی یافتن معنا در رنج. بنابراین رنج دشمن نیست، بلکه معلم است. هر سختی فرصتی برای رشد است. و اینجاست که معروفترین جمله نیچه معنا پیدا می کند. آنچه مرا نکشد نیرومندتر می سازد. اما این اندیشه امروز چه کاربردی برای ما دارد؟ لازم نیست فیلسوف باشی تا مثل ابرانسانی زندگی کنی. ممکن است یعنی شروع یک پروژه رویایی، حتی وقتی همه به تو شک دارند. ممکن است یعنی روبرو شدن با افسردگی، شکست یا تنهایی و تبدیل آن رنج به نیرو. ابرانسانه همان کسی است که میگوید من توسط قوانین جامعه تعریف نخواهم شد، خودم را تعریف میکنم. تصور کن کسی همه چیزش را از دست داده، کار، دوستان و حتی قطعیت‌های زندگی، اما تصمیم می‌گیرد دوباره بسازد، نه با تلخی بلکه با شجاعت. این روح ابرانسانه است. فلسفه نیچه اندیشمندان بسیاری را تحت تأثیر قرار داد،
از اگزیستانسیالیست ها مثل سارتره و کامو تا هنرمندان، نویسندگان و حتی روانشناسان. اما این ایده ها تحریف هم شدند. نازی ها واژه ابرانسانه را ربودند و آن را به نماد برتری نژادی تبدیل کردند. اما این یک سوء برداشت فاجعه بار بود. نیچه هیچگاه درباره نژاد سخن نگفت. ابرانسانه او درباره قدرت فردی بود، قدرت خلاقیت و شجاعت روحی، نه برتری نژادی. زندگی مثل ابرانسانه یعنی مواجهه با ترس، شک و شکست. مثلا راه اندازی یک کسب و کار یا پروژه خلاقانه بدون تضمین موفقیت. بسیاری در اولین مانع دست می‌کشند. اما ابرانسانی از شکست می‌آموزد و آن را سوختی برای رشد می‌کند. حتی چالش‌های روزمره مثل انتقاد، فشار اجتماعی یا مشکلات شخصی همگی فرصت‌هایی برای رشد هستند. نیچه به ما می‌آموزد که رنج دشمن نیست، بلکه راهنمایی است به سوی آگاهی و قدرت. و این گونه است که فلسفه نیچه امروز هم می‌تواند الهام بخش ما باشد برای انتخاب معنا، برای ساختن ارزش‌های تازه و برای زیستن شجاعانه. در پایان بیاد بیاوریم آنچه مرا نکشد نیرومند تر می سازد. هر بار که با چالشی روبرو می شوی، این حقیقت را همراه خود داشته باش. به یاد داشته باش مسیر رشد هیچگاه پایان ندارد. هر چالش، هر مبارزه فرصتی است برای قوی تر شدن. اگر از این ویدئو لذت بردی، حتما در کانال پژواک هستی عضو شو. زنگ اعلان را فعال کن تا ویدئوهای بعدی و سفرهای عمیق به دنیای فلسفه و زندگی را از دست ندهی. دوباره برگرد و بیشتر کاوش کن. هر ویدئو تو را بیشتر به درک، تأمل و کشف خود هدایت خواهد کرد. به جستجو ادامه بده، به یادگیری ادامه بده و رشد کن. ما در ویدئوی بعدی تو را می‌بینیم.